استانبول و بادهایش. اومدم بیرون بچه، موام همون لحظه اول رفت رو هوا. 2 ساعت سشوار رو اتو و همه چی، آخر موام رو هواست. چقدر امروز هوا خوبه، چقدر آسمون خوشگله. امروز یه دیلی ولاگ میخوام بگیرم، قرار برمه که از دوستان ببینم و برم مسجد ایاصوفیه. حالا اگه طوفان نبره منو بهتون نشون میدم اونجا رو. یه کافه خوشگل قرار داریم که هم کتابخونه است هم کافه است. دیگه قرار بریم اونجا بشیم یکم صحبت کنیم. دیگه همه رو واسهتون ویدیو میگیرم. من از اولی که اومدم استانبول اصلا نرفتم مسجد ایاصوفیه. الان خیلی دوست دارم برم اونجا. با خودم یه شال برداشتم و شلوار پوشیدم، یه تیپ تقریبا پوشیده زدم که شاید اونجا بهم گیر بدن، واسه همین دیگه اینطوری لباس پوشیدم. بالاخره دارم نزدیک میشم به مسجد ایاصوفیه. دیگه بریم ببینیم چجوریه. خیلی هیجان انگیزه به نظرم و تعریفش رو زیاد شنیدم. دیگه مطمئنم هر کس که اومده استانبول اینجا رو رفته، ولی جالبه که من هنوز نرفتم. دیگه چقدر خوب که اومدم تو یوتیوب و باعث میشه که من جای جدید رو ببینم تا کانتنت تولید کنم و مرسی از شما که نگاه میکنین. پس همین الان لایک کنید که بازم انگیزه بگیرم و جاهای بهتر و باحال‌تر برم واسهتون. واقعا هیچ وقت اصلا تو ذهنم نبود که بیام اینجا، ولی الان دیگه به خاطر یوتیوب دوست داشتم که بیام هم ببینم هم ویدیو بگیرم. یه بریم ببینیم، به نظرم باحاله. میدونم که حتما واسه حجاب باید روسری سرم کنم، ولی نمیدونم برای لباس گیر بدم. حالا میریم میبینیم دیگه، من که موجهم. این یه مسجد دیگه است که سلطان احمده و ما با این کاری نداریم. میریم بیرون. فکر کنم اون مسجد است که باید برم. بالاخره دارم میرم تو، بعد نیم ساعت که تو صف بودم. همه باید همونطور که مشاهده میکنید همه بر رو سری سرشون کنن دیگه. کسایی که نداشتن و فکر کنم راه ندن، حتی کلاه هم فکر کنم گیر داد.
یه آدرس رو ما درست نمیتونیم بیایم تو این استانبول. پلیس محترمه. یه پلیس ما ازش آدرس پرسیدیم بعد اشتباه به ما آدرس داد. آره با اعتماد به نفس اینجا رو 100 بار رفته پاتوق همیشگیشه. دقیقاً. گفت بریم مثلا فلانجا پیاده شین اونجاست حتما. و ما الان اومدیم یه ایستگاه قبل باید میرفتیم دیگه مجبوریم پیاده بریم. پل سرات ازم آدرس میخواد دیگه. اون موقعت که هرچی آدرس اون وسط جهنم رو بهش بدم اشتباه واقعا. ولی اینجا شما خوشگله. من اینجا رو تا حالا پیاده نیومده بودم. به لطف پلیس عزیز به لطف پلیس اومدیم. نصف استانبول الان قرار پیاده بریم. حالا اینجا هم دارن ماهی میگیرن. ران بودویم که نور نره. چقدر نور نسخه. اصلا پل یعنی چی؟ وای بچه ها نصرم میگه پل کوهه گفتی از رو پل قرار رد بشیم و تازه فهمید که رو پله. نداره خوب میشه. اون پلی که میگی پله فکر پل هوایی میگی. این پل به این بزرگی ماشین و قطار و همه چی داره روش شانس ما اون لوکیشن که می‌خواستیم عکس بگیریم دارن تعمیر می‌کنن. مجبوریم کتابخونه ایستیم و دفعه پیش اومدیم بیرون بسته بود. بیا بزن اینجا. بچه ها تو این کتابخونه کتابای ایرانی هست. این آقای اومده به ما کتابای ایرانی رو نشون میده. خیلی باحال. یکم اینجا بشین بکستیج کار ما بریم. برای تولید محتوا مهم اینه که خوشتیپ باشین، خوشگل باشین، اعتماد به نفس داشته تو کتابخونه راحت عکاسی کنید. بذار این نسترن رو بهتون نشون بدم. همین الان یه عالمه کتاب انداخت پایین. خیلی ملیکا به علم و تحصیل علاقه داره. ملیکا اگر روزی 2 ساعت کتاب نخونه نمیخوابه. برو بیرون. برو بیا. یه کوچولو سرخترشو هوا روشن بود ما رفتیم تو کتابخونه هوا تاریک شد. بالاخره عکس‌ها رو گرفتیم. 2000 تا عکس گرفتیم. هی میگفتی بیا موقع مثلا بد نشده باشه. حالا میریم خونه مثلا فقط 3 تاش خوبه. من که میرم سال دیگه پست میکنم. آره من همینو امشب پست میکنم ولی نسترن میره 3 ماه 4 ماه دیگه.